الان میگن که فوتبال ایران سوم شهریور 1320 ایران 0 افغانستان 0. من میگم آقا باشه اصلا همین لااقل بگید ایران 0 افغانستان 1، چون ما این بازی رو طبق گزارش رسمی سفیر ایران در کابل باختیم. بله. چرا در تاریخ میگید 0-0 مساوی؟ من میگم چرا میگن 0-0 مساوی. الان دلیلش رو من میگم. ببین داریم راجع به جام ملت‌های آسیا می‌خوایم شروع کنیم. این بله. تاریخ فوتبال ایران که یه مقدمه داریم شروع کنیم. دقیقاً. مقدمه‌های منم که دیگه 40 دقیقه‌ای دیگه معمولاً کامل آقا. سلامت باشید. حالا ایران سال 1305 اولین تیم ملیش شکل میگیره. میره باکو. 3 تا بازی میکنه که یکیش و اولیش که 30 آبان 1305 برگزار میشه در ورزشگاه بالاخانی شهر باکو و عکس داره این مسابقه. تیم ایران هم راه سبز و سفید پوشیده صف وایسادن. اونورم تیم ملی قفقازیه، تیم ملی قفقازی 3 کشور بوده: آذربایجان، گرجستان و ارمنستان. این 3 کشور یه زمانی از تاریخ ادعای استقلال میکنند به نام جمهوری قفقازیه. پس بازی جمهوری قفقازیه با تیم منتخب ایران میتونه با اولین بازی تاریخ فوتبال ایران بشه. ایران اون بازی رو 4-3 میبازه. اولین بازی تاریخ فوتبال 30 آبان 1305 ورزشگاه بالاخانی شهر باکو. خبرنگار میرمهدی برزنده، خودش سرپرست تیمه. به روزنامه ایرانی که در اون دوران چاپ میشده دائم خبر میفرسته، به مجله ناهید خبر میفرسته، خبراش منتشر شده، وجود داره. ترکیب ایران معلومه کیان: خان سردار دروازه‌بان، احمد خان سردار هافبک راست، حسین صدقیانی دفاع وسط، احمد خطیبی فوروارد، همه اینا هستن و کاملا مشخصه که ایران در این تاریخ اولین بازی ملیشو برگزار کرده. 3 سال بعد ایران میگه ما حالا اونا رو دعوت میکنیم بیان اینجا. همین زمین دانشگاه تربیت معلم که الان شده فکر میکنم اسمش نمیدونم، اسمش عوض شده این دانشگاه تربیت، بغل پل مثلا خیابون انقلاب، خیابون استاد مفتح دیگه، درسته؟ دانشگاه خارزمی. آره آفرین، دانشگاه خارزمی. ببین اینجا اولین زمین چمن تهران میشه. خب به خاطر همین بازی چمنش میکنن. پهلوی اول میاد، در این بازی هم هست، خودش حضور داره. اولین بازی ایران با تیم ملی شوروی 11-0 ایران میبازه. 11-0 ایران میبازه. تجدد خواهی، تجدد طلبی، تیمورتاش، رضا پهلوی همه ناراحت میشن، میگن آقا ولش کنید فوتبالو. اصلا حتی این بازی 11 فقط تو روزنامه اطلاعات نوشته میشه. هیچ روزنامه‌ای حق نوشتن درباره اینکه ایران 11 تا خورده رو نداره. اینم از وضعیت به همین خاطر دیگه فوتبال مورد نظر حکومت وقت قرار نمیگیره. چرا؟ چون باختن، آبرو صورت مسئله رو پاک میکنن. صورت مسئله پاک میکنن. میان سراغ یه سری ورزش‌های دیگه. جعفر طلماسی رو رشد میدن، محمود نامجو رو رشد میدن، علی باقرباشی رو رشد میدن، قرآن‌زاده تختی رو رشد میدن. رفته در طی مثلا 10-15 سال بعدش تا سال 1320 ورزش‌های انفرادی مثل ژیمناستیک و 2 میدانی و وزنه‌برداری و کشتی رشد میکنه. فوتبال از بین میره. به همین خاطر اسنادی به اون صورت اصلا مسابقه‌ای برگزار نمیشه که اسنادی داشته باشه. 4 تا مثلا مسابقه دوستانه منتخب تهران میره کرمان بازی میکنه، منتخب تهران میره تبریز. 11-0 باختن رو سال 1916 تعریف کردن دیگه. منتخب تهران یا تیم ملی ایران به دعوت کمال آتاتورک داره میره ترکیه مسابقه فوتبال بده تو راه، چون با اتوبوس و درشکه و گاری میرن، هواپیمایی وجود داره، خسته میشن، تو راه با تبریز بازی میکنن. چون به تبریز میبازن تلگراف از حکومت وقت میرسه که نمیخواد برید ترکیه، برگردید برید ایران، برگردید برید تهران. بازی نمیکنن اصلا. یعنی اون اول میتونه شاید اولین بازی رسمی ملی ایران در سال 1116 باشه که برگزار نمیشه دیگه. همه تاریخ هست دیگه، ثبت شده که از حکومت وقت دستور میرسه که نمیخواد بازی کنید، برگردید بیاید به تهران. تیمی که از مثلا تبریز باخته، تیمی که از یه شهر باخته، لازم نیست بره به عنوان تیم ملی در ترکیه مسابقه ملی بده. اصلا تیم ملی بودنش زیر سوال دیگه. 4 سال بعد میشه شهریور 1320 تیم ملی ایران دعوت میشه به جشن استقلال افغانستان. رسیدیم به همون بازی. آره رسیدیم به همون بازی که الان تو تاریخ ثبت شده. در که تاریخ ورزش ایران 16 سال 17 سال قبل از اینه. الان به اون اولین بازی رسمی الان به اشتباه داره نوشته میشه 3 شهریور 1320 ایران 0 افغانستان 0. هر جا الان سرچ کنی اینه. چرا؟ چون همه کپی کردن پیست کردن، کسی تحقیق نکرده، هیچ کی تحقیق نکرده که یه نفر یه روزی گفته 0-0 همه نوشتن 0-0.
خب در حالی که همین بازی هم ایران یکیش باخته، با پنالتی یکیش دقیقه 90 به افغانستان در کابل یکیش باخته ایران بازی رو. گزارش رسمی تایپ شده است، این گزارش رسمی موجود، اسناد اصلیش همون جایگاه بحث تاریخ و این بحثی که آقا یه ساختاری باید باشه. اصلا برده باخته چون اون حکومت دوست داشته که همه چیزو بالا نشون بده، 11 رو نشون نمیده، 4-1 رو نشون نمیده، اینم که یکیش باخته رو میگن 0-0.